السلام علیکم قوما، برادرها، خواهرها و مادرها. امیدوارم دوستای عزیز تک تک شما عزیزان سروران در هر کنج کمره کره خاکی زندگی مونین جور و صحتمند و سلامت، موفق و شادکام باشین. دوستای عزیز، ما قبلا غزل دایدو به نام خورشید گندم بریاکده ما قبلا به اشتراک گذاشته بودم دیگه. همونطور که ما گفته بودم که البته این دایدوی هزارگی زیاد خوانده نشده که فقط چند مصرع شعر زیر کسته علی بابای پاتو، هنرمند خیلی زیبای از ما و شما که با صدای خیلی قشنگ و نوربند چی کسته خوانده، زیاد نخوانده بود دیگه. البته ما کوشش کردم که بیشتر شعرها را در باره از طرف خود خدمت ترتیب بدیم و جور کنم دیگه. دوباره یک کسته تقدیم از شما عزیزان و بیننده و شنونده عزیز قرار بدیم که تا شما دوستای عزیز و از این خواندن هم لذت ببرین و امیدوارم که مورد پسند و علاقه شما هم دوستای عزیز قرار بگیره دیگه. دوستای عزیز، این خواندن خورشید گندم بریاکده بیشتر به وصل و مثلا یا درباره یک وعده که زمان قدیم اینا به هم میگذاشتن دیگه. دوستای عزیز، یک خاطرات از پدران و برادران ما و شما که در زمان سابق یا خواهران و مادران از ما و شما که اینا در زمان سابق وقتی که نامزاد می شدن اینا مثل زمان حال وری نبود دیگه. او زمان کست مردم خانم ها یا همه خواهران و مادران از ما و شما بیشتر رسم و رواج خسری را داشتن که خسری میکردن و دو نامزاد خیلی با مشکلی یا مثلا همدیگر را میدیدن و ملاقات میکردن و البته او را هم تشکی نه این که الگو در پیش کلگی مردم باشه دیگه. دوستای عزیز، فرق داره دیگه. مثلا اینا دو عزیز یا دو جوان ما وقتی که نامزاد میشه سر میز با هم میشینه، یک برادر پیاله از قهوه یا مثلا چای یک چیزی در مور میشینه و با هم صحبت میکنه و بسیار به خوبی از خوبی ها یا بدی های همدیگه هم آگاه میشه و با هم تصمیم میگیره و زندگی مشترک را با هم انتخاب میکنه دیگه. دوستای عزیزم هم که در زمان سابق این رقم نبوده دیگه. در این باره همزه خاطر بسیار شعرهای نوربند هزارگی یا دو بیتی های نوربند هزارگی سروده شده میرخم که برای از مو رسیده و ما ایر خواستم که دوباره ایر کسا یک یادآوری کنم و بخوانم و انشالله همه فرهنگ دوباره، به خاطر که زیادتر مردم ها نخوانده بود این هنرمنده یا غزل خوانا، خواستم که ما بخوانم با شعرهایی که ما خودم ترتیب دادم و دوباره میرخم این فرهنگ و این خواندن که عنوانش است خورشید گندم بریاکده و به نسل‌های آینده از ما و شما انتقال پیدا کنه و فراموش نشونه. دوستای عزیز دیگه، از دوستای عزیز زیاد پروگویی ننم، موریم گوش منیم که چطور مایه و ایره شما قضاوت کن که خوبش بود یا نبود. خورشید گندم بریاکده شاهین اسمال آزاکده او با نهر دزم استاکده الله خدای سایه باله او سایه دبل خانه باله امون از گل سرما باله سایه دبل خانه باله امون مقبول سرما باله او باریخ کجا لیلا کنم لیلا باریخ از مهم او لیلا باریخ از مهم باریخ کجا لیلا کنم تای تو دستاشیلو دما کجا لیلا کنم تای سه بساشیشه و ما کجا لیلا کنم او تای ما نمردم
او در بلخینا یا مارتی کو یا ما کجالی لکنوام او در گم بیزی یا خاتینو یا ما کجالی لکنوام او در گل خویا بریگو یا ما کجالی لکنوام او لیبریخ کجالی لکنوام لیلالی نای بارای از موام و های اخمامه باز چیز بگم او سایه دبالی تو داماد رزای بریه بردو داماد او بلای روی لو داماد الله خدای سنما بایوام او سایه دبالی با غماد اتایی بالا با غماد او نور بهنده چارچی را خماد چشمای سیاهی خماد او الله خدای سایه بایا سایه دبل خانه بایا سایه دبل خانه بایا امون از گل سلما بایا او سایه آقی دیل ملامی دیل نخرا کدام سلما بایا راقی دیل ملامی دیل نخرا کدام سلما بایا اخمامه او بیه دیو مایی تابو الگم صدام سلما بایا آیا های خود چندا دبانی تو خانه بایا او پایا های خود چندا در لبی دریا بایا در لبی دریا بایا در سایه بگم بایا در سایه بگم بایا الله خدای سایه بایا او الله خدای سایه بایا سایه دبر خانه بایا و های اخمامه باز چیز میگه عزیزا او سایه دبالا خیلامات اتایی بندی دیلامات جیراغی دیل ملامی دیل دلشی در مامایی لامات او سایه دبال خانامات اتایی چرشان آمات نفرک کدام چشم زدم ملامی دیل سمامات او خم کدام علم زدم در سایه بگامات او در سایه بگامات در لبی دریامات در سایه بگامات در لبی دریامات او سایه دبال خانامات نور بندی چرشان آمات نخره کدام چشم زدم ملامی دل سلمامات او خم کدام علم زدم در سایه بگامات او در سایه بگامات در لبی دریامات او در لایه
گامات در نامی دریامات. خب دوستای نازنین، این بود غزل خورشید گندم بریاکده تقدیم شما عزیزان. و دوستای عزیز، واقعا زمان سابق نمی رقم بوده، خسری رواج بوده و دو نامزد خیلی به سختی یک دیگه را میدیده. این حتی شما سعی کن که گندم بریا کده، قنجقه امزو خستگی بادام و چارمغز در شاخ یک درخت اوزو کده که تا امو نفس شی یا امو دلبرش بای او را از اون چی پال کنه و ببره. یعنی مثلا زمان سابق واقعا سخت بوده. وقتی که میخواستن که ملاقات نامزد خبره یا پیش نامزد خبره در بسیار سختی و در بسیار مترخم مثلا مشکل مرفته در نامزد خود میدیده یا مثلا با هم ملاقات مگده تا با هم دیگه باشه. یعنی بعض وقتا حتی کسایی هم بوده که مثلا نامزد خوره فقط در تشکیل دفعه وش کده دیگه تا زمان خانیخ نورده دیگه از نزدیک هم ندیده. دوستای عزیز البته در بین آقیل امکان نداره که مثلا ندیده باشد، ولی دورتر از آقیل مثلا کمی را دورتر باشد واقعا دیدنش خیلی سخت بوده. امزو خاطری غزل ها یا دو بیت های شیرین هزارگیر کسته اینا زمزمه مکتده و میگفته درباره امزو عزیزای خود یا یار خود. دیگه دوستای عزیز وقت شما زیاد نمیگیریم، خدا یار نگهدار.